آموزش قبلی ما تصمیم داریم که یه مقدار کار گرافیک هم انجام بدیم، یعنی علاوه بر این که ما برد پرتابه رو حساب میکنیم بتونیم به عنوان مثال نمودار مسیر حرکت پرتابه رو هم به صورت نمودار و هم به صورت انیمیشن هم ببینیم. خب ابتدا بریم سراغ نمودار. فرض کنیم که ما تصمیم داریم نمودار مسیر حرکت رو رسم کنیم، در واقع محور x و y رو نسبت به هم رسم می‌کنیم و مسیر حرکت رو پیدا می‌کنیم. خب برای این کار ما میتونیم از یکی از ماژول‌های پایتون به نام matplotlib استفاده کنیم. به این صورت ایمپورتش می‌کنیم matplotlib.pyplot یکی از ساب ماژولاش هست. به عنوان حالا یه اسم در نظر می‌گیریم که از بعد با عنوان plt به جای اسم ماژول کار بکنیم. برای اینکه ما بتونیم نمودار رو رسم کنیم باید داده هامون رو ذخیره کرده باشیم. خب همونطور که ما می‌بینیم در اینجا سرعت و همینطور x و y مون در هر لوپ در هر دور این حلقه محاسبه میشن و مقدارشون جایگزین مقدار قبلی میشه و در واقع ذخیره نمیشن تمام مقادیر. ما ابتدا بهتره که در یک متغیر جداگانه‌ای تمام این موارد رو در هر تایم استپ ذخیره کنیم تا بتونیم نمودار بهتری رو رسم کنیم. بنابراین من فکر می‌کنم بهتر باشه که دو تا لیست تعریف بکنیم. عنوان مثال x بزرگ یه لیست خالی در نظر می‌گیریم. فعلا خب نمی‌دونیم چند تا آیتم داخلش داشته باشیم. یه دونه وای بزرگ فعلا خالی می‌ذاریم لیستمون رو. حالا میایم بعد از اینکه به اصطلاح x و y در هر تایم استپ حساب کردیم میگم اطلاعات رو به این لیست هامون اپند می‌کنیم. پس می‌نویسیم x.append. خب ما می‌خوایم این x های کوچیکمون بیاد داخل x بزرگ به صورت یک آرایه یا یک لیست ذخیره بشن و همینطور برای y هم همین کار رو انجام میدیم. اپندش می‌کنیم و اینجا y رو قرار میدیم. بسیار الان ما میتونیم x و y رو نسبت به هم دیگه رسمشون بکنیم. پس من میام از حلقه خارج میشم و اینجا می‌نویسم plt.plot. خب حالا x بزرگ و y بزرگ رو اینجا نسبت به هم میتونیم رسم کنیم و نهایتاً plt.show برای اینکه نمودار رو به ما نشون بده. خب حالا یک اجرا بگیریم تا ببینیم که چه نتیجه‌ای رو به ما خواهد داد. خب همونطور که می‌بینیم یک دیاگرام رو برای ما رسم کرده و x و y نسبت به هم اینجا داریم می‌بینیم، ولی همونطور که می‌بینیم فواصل یکسان نیست. مثلا 0 تا 20 محور افقی و محور قائم فرق می‌کنه. ما بهتره که محورها همسایز کنیم تا شکلی که ما میده شکل درست‌تری باشه. بنابراین من میام اینجا و این کار رو انجام میدم. خب plt.axis اینجا از عبارت اکوال اگر استفاده بکنیم و برنامه رو اجرا بکنیم در این صورت فواصل x و y مناسب‌تری رو به ما خواهد داد. به عنوان مثال الان پیش‌فرض ما زاویه پرتاب 45 درجه هستش و الان فواصل یکسان شده و شکل بهتری داد. حالا به عنوان مثال اگر بخوام اینو تغییرش بدم به مثلا زاویه 60 درجه، خب طبیعتاً شکل متفاوت خواهد شد و الان مثلا تا یک ارتفاع بیشتری رو بالا رفته، تقریبا حدود 30 متر. یا مثلا اگر من بیام اینو عوضش کنم بذارم 30 زاویه 30 درجه، خب طبیعتاً ارتفاع کمتری رو طی خواهد کرد. بعد همونطور که می‌بینیم حدود مثلا 10 متر و تاثیرش رو در اینجا میتونیم ببینیم. در پایتون یک ماژول خیلی خوب وجود داره به نام ترتل که قابلیت‌های جالبی داره. مثلا ما میتونیم به عنوان مثال یک انیمیشن ساده از مسیر پرتاب رو به کمک این ماژول رسم بکنیم. البته قابلیت خیلی زیادی داره ولی ما فعلا می‌خوایم به عنوان نمایش دهنده مسیر حرکت ازش استفاده بکنیم. بنابراین من این فعلا متپلاتلیب رو برمی‌دارم برای اینکه شلوغ نشه، اون رو جداگونه انجام میدم. میایم یک ماژول دیگه به نام ترتل رو اینجا اضافه میکنیم و به کمک این میتونیم یه انیمیشن ساده هم داشته باشیم. خب من در اینجا یک متغیر حالا به اسم tr در نظر میگیرم که به صورت حالا turtle تعریف میکنیم و از بعد با اون کلمه tr میتونیم کار بکنیم به عنوان بخشی از این ماژول ترتل. خب حالا اینا رو من فعلا پاک بکنم چون احتیاجی به
لیست ندارم و نمیخوام نمودار رسم بکنم، اینا رو فعلا اینجا برش می‌داریم و این اپل رو هم پاک می‌کنیم. خیلی خب، بریم ببینیم چجوری حالا باید از این قابلیت استفاده بکنیم. ماژول ترتل برای ما دو تا ورودی رو لازم داره. در واقع یکی اینه که ما زاویه حرکت رو بهش بدیم، یعنی در هر گام زمانی یا تایم استپ ما در چه جهتی میخواد حرکت بکنه. خب اون رو میتونیم تعیین بکنیم. در واقع ما کافیه آرک تانژانت وی به یو، یعنی مؤلفه‌های سرعت رو بگیریم و زاویه رو پیدا کنیم. این یک مورد. و مورد بعدی اینه که این ابزار یک پاره خط رو به عنوان مسیر میگیره، طول پاره خط رو، و اون رو طی میکنه در امتداد مسیری که براش مشخص کردیم. پس ما یک باید زاویه مشخص بکنیم و دو اینکه طول پاره خطی رو که در هر گام زمانی طی میکنه. برای این کار ما کافی وارد همین حلقه وایلمون بشیم و در ابتدا اون زاویه رو براش مشخص بکنیم. خب من اینجا زاویه رو اگر با تت نشون بدم به عنوان تتا، پس این در واقع برابر میشه با np دات. خب ما اینجا باید از نامپای استفاده کنیم برای محاسبه آرک تانژانت. آرک تانژانت چیزی که احتیاج داریم نسبت سرعت هاست که در واقع میشه همون مسیر حرکت پرتابی ما. این شد از جهت حرکتش که البته این خروجش به رادیانه، و همینطور طول پاره خط. همونطور که میدونیم طول یک پاره خط برابر است با رادیکال دلتا x2 به اضافه دلتا y به توان 2. من طول پاره خط رو r میگیرم، پاره خطی که در هر گام زمانی پرتابه داره طی میکنه. پس همین کار رو انجام میدیم. خب دلتا x همونطور که میدونیم برابر میشه با x منهای xn، یعنی x که الان طی کرده منهای x که در زمان قبل طی کرده به توان 2، اضافه همین رو کار رو برای y هم انجام میدیم. y منهای yn این هم به توان 2، کلش به توان نیم چون زیر رادیکال هستش. این هم شد طول پاره خطی که قرار هست با کمک ترتل طی بکنیم. حالا بریم سراغ رسمش. برای این کار ابتدا ما یک ست هدینگ در نظر میگیریم. ست هدینگ در واقع همون مسیر حرکتی که میخواد طی بکنه یا زاویه‌ای که میخواد بگیره. منتها نکته‌ای که باید دقت بکنیم اینه که نامپای زاویه ها رو به رادیان میده ولی ترتل زاویه رو به درجه میگیره. بنابراین کافیه من این تت رو ضرب در 180 میکنم که تبدیل بشه به درجه و به این صورت استفاده بکنیم. برای طی کردن مسیر هم از تابع فوروارد استفاده میکنیم. فوروارد و اینجا می‌نویسم آر رو که بنویسم خودش در واقع میاد اون طول پاره خط رو برای ما طی میکنه. خب یه بار اجرا کنیم ببینیم خروجی به چه صورتی در میاد. بله همونطور که می‌بینیم یه مسیر رو طی کرد. البته صفحه بسته شد. برای اینکه اون صفحه خروجی رو بتونیم نگه داریم اینجا کافیه بنویسیم ترتل دات یه مین لوپ اینجا می‌نویسم و این باعث میشه که اون صفحه خروجی نمایش ما باقی بمونه. بله یه مسیر رو طی کرد. البته خب یه مقداری کیفیت مناسبی نداره، سایزش کوچیکه و همینطور خود اون پرتابه مشخص نیست. اولین کار اینه که من اینو مقداری سایزش رو بزرگتر کنم که بهتر دیده بشه. برای این کار میتونیم مثلا این آری که اینجا نمایشون داره در این عدد ضرب کنیم، اسکیلش کنیم. مثلا فرض کنیم من 5 برابرش میکنم و اگر اینو اجرا بگیرم تصویر واضح‌تری رو میتونه به ما بده. این مقدار سایز شکل بزرگتر شده. خب همونطور که گفتم ما میتونیم تغییرات زیادی رو انجام بدیم. این ابزار ترتل خیلی ویژگی‌هایی داره که میتونیم ازش استفاده بکنیم. رنگش، سایز خطش یا هر ویژگی دیگری میتونیم اضافه بکنیم. به عنوان مثال من میتونم اینجا شکلش رو عوض کنم. بنویسم tr.shape. حالا یه شکلی رو برای اون مسیر در نظر بگیریم. مثلا سیرکل. یه مسیر دایره‌ای رو اینجا برای ما به عنوان اون پرتابه در نظر بگیره. الان یه پرتابی دارم که کروی شکل به عنوان مثال و داره پرتاب میشه. این هم شد استفاده از ابزار ترتل.